هر چیزی که برای تو مقدر شده باشه درست سر وقتش تو زمان الهی و دقیق خودش بهت میرسه. آدم‌ها، مکان‌ها، تجربه‌ها همشون دقیقاً زمانی وارد زندگیت میشن که باید بشن. شاید اون زمان بندی که تو انتظار داری یا فکر میکنی که بهترین وقت نباشه، ولی باور داشته باش که همه چیز طبق یک نقشه بزرگتر و برای یه دلیل خاص اتفاق میفته. اطمینان داشته باش که اون چیزایی که واقعاً برای تو هستن از قبل تو راهن. رویاها و اهدافت دارن بهت نزدیکتر میشن، نه اینکه ازت دور بشن. اون رابطه ها و تجربه هایی که قرار مال تو باشن همین حالا دارن به سمتت کشیده میشن. شاید همیشه نتونی دلیل زمانبندی اتفاقات رو بفهمی، ولی لازمم نیست که بفهمی. فقط ایمان داشته باش به اون نظم الهی که پشت همه چیزه. هر چیزی که واقعاً برای تو مقدر شده باشه تو زمان خودش به بهترین شکل ممکن رخ میده. اون چیزایی که با سرنوشتت هماهنگن بالاخره تو رو پیدا میکنن. پذیرا و آماده باش، صبور باش و به سرنوشت خودت اعتماد کن.